اما طعام اهل دوزخ باشد. الله تعالی در قرآن کریم گفت که اینها طعام اهل دوزخ گفت شجرت الزقوم، درخت زقوم، که این درخت در قرآن کریم الله تعالی با نام مذمت و ملامت گرفت. حتی در یک سوره صافات گفت که انها رؤوس الشیاطین، این درخت ظاهرش هم بی ضد منظر است، ظاهرش هم یعنی منظرش هم بسیار منظرش به سر شیطان ها مانند است. گفته بسیار ملامت کرد. این درخت در اصل دوزخ می سبزد. درخت خودش از آتش است، پاک است آن پروردگاری که در آتش درخت می سبزاند و همه کار قادر است. درخت می سبزاند. وقتی که اهل جنت طعام می طلبند کالمهل، طعام های آنها وقتی که طعام طلب میکنه از درخت یعنی زقوم درخت طعام داده می شود که این بسیار تلخ است، بسیار درخت تلخ است که این فرو بردنش و به دهان گرفتنش خودش یک امر محال است. بنابراین در بعضی کتاب‌های تفسیر گفتند که بعضی انسان‌ها را فلان چیز زقوم گفته میشد. گفتند یعنی وای انسان که معامله کردن تلخ است، وای که زندگی کردن بسیار تلخ قین است. بنابراین همون درخت زقومی که خدا در قرآن ذکر کرد گرفته هم لقب مانده میشد که فلان چیز زقوم گفته. بنابراین بسیار درخت بدمزه است، تند است. خدا میگوید لا یسمن ولا یغنی من جوع، و این طعام های اهل جنت انسان سیر هم نمی کند، از گرسنگی بی حاجت هم نمی کند. و وقتی که آب طلب می کنند یغاث بماء کالمهل یشوی الوجوه، وقتی که آب طلب کنند آب جوشان داده میشد. وقتی که آب از تشنگی مجبور شده دهانش به نزدیک می کند از حور گرمی آب روحاش گوشتاش و پوستاش آب شده می ریزد به درمی آبش. بسیار عذاب‌های دوزخ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که این آتشی که شما در دنیا اینو می‌بینید این یک جزء از 70 جزء آتش دوزخ است. گفتم آتش دوزخ 69 جزء 69 مراتبه از آتش دنیا، یعنی سوزشش وزن‌تر و سخت‌تر است که الله تعالی اینو آماده کرد برای آنهایی که به یگانگی پروردگار ایمان نمی بیارد و پیغمبرای الله تعالی ایمان نمی بیارد، پیغمبرا را دشنام می دهد، پیغمبرا را به قتل رسانیدن، پیغمبرا ایمان نمی آوردن، مسخره می کردن، به دین الله تعالی زبانی بد می رسانند، دین الله تعالی را تحقیر می کنند، به دین اعتقاد نمی کنند. الله تعالی آنها را عبادت کرده، آنها دیگر چیزها را عبادت می کنند. الله تعالی این دوزخ را برای آنها آماده کرده است. اعدت للمتقین، در چند اعدت للکافرین، این دوزخ برای یعنی کافران آماده کرده شده است. در چند جا یعنی بیان میکند وقودها الناس والحجاره، آن چیزی که ماده که از همون چیز یعنی ماده وظیفه هیزم میگیرد سنگ ها و انسان ها، یعنی آن چیزی که دوزخ با همون چیز در میگیرد این انسان ها هست و سنگ ها هست. خاص بعضی مفسرها گفتند که سنگ های الله تعالی آماده کرده است که روز قیامت با آن سنگ دوزخ را در میگیراند. گفته بنابراین بسیار منظره بد است، بسیار خدا در قرآن میگوید فبئس المصیر، بسیار جای بد است، اطرافش با دیوالهای آتشین پیچانیده شده است، قعرش اینقدر است. از همه سبکترین شخصی که در آتش دوزخ عذاب داده می شود رسول الله گفتند که یک مردی که 2 پای افضال آتشین پوشانده می شود، در پایش 2 پای افضال آتشین هست، دیگر یگان جای بدنش به آتش نمی رسد، فقط همین 2 قدمش در آتش هست. خلاص یغلی منهما دماغه، لیکن از گرمی یعنی همون پای افضال دماغش می جوشد چه خیلی که آب در دیگ می جوشد از گرمی. در بعضی روایت ها در تگی پایش 2 لخچه گذاشته می شد که عمکی پیغمبر ابو طالب به دین مقدس اسلام خدمت کرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مشرکای کافران محافظت کرد، یاردم و نصرتش به دین اسلام رسید، لیکن به یگانگی الله تعالی و به شریعت پیغمبر ایمان آورده از دنیا گذشت. مردم پرسیدند که یا رسول الله به این قدر خدمت یگان فایده رسانیدید؟ گفتند که بله کان فی ضوضاح من النار، گفتند که در انگی دوزخ بود، من روی دوزخ رو آوردم، در تگی پاش 2 تا لخچه گذاشته می شود، یغلی منهما دماغه، از گرمی همون 2 لخچه دماغش می جوشد. گفتم ابو طالب و همین عذاب 1 میلیون و 1 میلیارد سال و 1 بیلیون سال نه، بلکه این آخر ندارد.
اما آنهایی که به یگانگی پروردگار ایمان آوردند لیکن در دنیا مثلا ریباخور بودند، دزد بودند، زناکار بودند، مثلا دیگر گناههایی که پیغمبر از آن نهی کردند آن گناههای میکردند، لیکن اینها دین احترام میکردند، الله تعالی ایمان داشتند، پیغمبر، جنت و دوزخ، یعنی ایمان به دین داشتند، اعتقاد به دین داشتند، اینها را الله تعالی به قدر گناهش در دوزخ سوزانیده عذاب داده. سپس در بعضی روایت‌ها در دوزخ میماند، میگم مانند کومر میشود، سپس الله تعالی اینها را به یک دریای، یعنی دریای حیات پرتافته، سپس آنها را به جنت می‌درارد. لیکن اهل آنهایی که به یگانگی ایمان نآوردند آنها در آتش دوزخ ابدالآباد می‌سوزند. دوزخ تمام نمی‌شود، دوزخ انتها نمی‌یابد. الله تعالی اینقدر ظالم‌ها در دنیا ظلم می‌کنند. حالا بسیار مردم می‌پرسند که برای چه خدا همین‌های عذاب نمی‌دهد؟ الله تعالی آنها را در دنیا مهلت می‌دهد تا اینکه روز قیامت عذاب مکمل چشند. یگان انسان، یگان جن در این دنیا نمیماند که وای به نصیحت رسیده نرود، دین مقدس اسلام رسیده نرود. همه انسان‌های روی زمین و جن‌های روی زمین به دعوت رسیده میرد، همه به دین اسلام دعوت میشود، همه بزرگی پروردگار را میبیند، لیکن با وجود همین قدر حیات طولانی کدامی که اگر به دین مقدس اسلام ایمان نآورد بازگشت وای به آن آتش سوزان دوزخ است. نعوذ بالله. بنابراین حضرت انس رضی الله عنه گفتند که کان اکثر دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. از همه بسیارترین دعای پیغمبر چنین بود: پروردگارا برای ما در دنیا نیکی را ده، در آخرت نیکی را ده و ما را از عذاب دوزخ نگاه دار. گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکردند که حقیقت این دلالت به عذاب دوزخ سخت بودنیش میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی وقتی که دوزخ خلق کرد گفت که ای جبریل، گفت یک رو دوزخ بین. وقتی که حضرت جبریل دوزخ دیدن گفتند که پروردگارا کسی که این دوزخ اگر صفتش شنود این دوزخ به نمیاد، حرکت میکنه اینجا ناآمدن. سپس الله تعالی گردی دوزخ شهوات که پیچونید، چیزهایی که مردم طبیعتشان دوست می‌دارند، همون چیزهای هر چیزی که مثلا گناه است، ببینید ناسکشا اناس یک ساعت صبر کردن نمیتونن، سیگریت کشا هم تو دیگر، زناکارا هم تو دیگر، دزدا دستش عادت کردگی، گداها شرمش پریدگی، همه این چیزا وعده شده به دوزخ است. این چیزا برای انسان‌ها زیب و زینه، پول و مال دنیا، محبتش، پول و مال تمام انسانیت دوست می‌دارد. همین چیزهای شهوات، یعنی اشتهی مردم، میکشیدگی و میخواستگی، چیزها که الله تعالی گردی دوزخ پیچانید. سانی گفت که جبریل رفته دوزخ دیده بیا. گفت وقتی که دیدم افکیا و پروردگار همه به این دوزخ میفرد، فقط احوال این باشد. جنت هم همین خیر. جنت وقتی که یکم بار جبریل دیده اومدن گفتن که همه به این جنت میاد نشون داد، اگر صفتش گفت الله تعالی دویم مراتبه گردی دوز جنت تمام مکاره، چیزهای وزنین و مشقت که پیچانید، نماز بامداد قین است، ماه مبارک رمضان رو آورده ایستاده است که در ایام گرم که بابای و گذشتگان ما چندین سال پیش از این جانب همین روزانه روزه گرفته بودن، روزه آمده ایستاده است. همه این چیزا حج، پول برآوردن از جگر قین است، چیزهای مشقت که گردی جنت الله تعالی پیچانید. سپس گفت که رفته جبریل جنت بین، رفته دیده و گفت که این احوالش به هیچ کی نمیدارد. یعنی وزنین است، گرد و اطرافش مشقت است، با خارها پیچانیده شده است، انسان تا آخرش رفتن امر محال است. بنابراین الله تعالی روز قیامت روز حسرت و روز ندامت نامید، روز پشیمانی، روز حسرت، روزی که کافرها وقتی که به آتش دوزخ می‌درآیند در آنجا داد و فغان میزنند که پروردگار ما را از اینجا برار، ما اگر دویم یک مراتب ما به دنیا برگردانی نعمل صالحا، ما عملهای صالح میکنیم. الله تعالی در چند جای قرآن میگوید کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، هر وقتا که اهل دوزخ از دوزخ برآمدن خواهند گشته به دوزخ برگردانیده میشود، آنها نمیبرایند. حتی خزانه ها، خدمتگارای دوزخ به اهل دوزخ میگویند که وقالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، ای خجین دوزخ، ای خازن دوزخ، پروردگارت بگو لیقضی علینا، ما اقلا وفات کناند نبراود. چند جامعه طلب میکنم که ما برار عملی صالح میکنیم، توی عبادت میکنیم، نمیبرارد الله تعالی.
یک جای دیگر میگن که پروردگار یک روز عذاب ما آزاد کن، با مایلش گشته درار. الله تعالی اجابت نمیکنه. سپس میگن که لیقضی علینا ربک، پروردگار تو گفت ما عقل میراند، عذاب نکشیم، جنت به هم نداریم، ما عذاب هم نکشیم، مریم عقل گل پروردگارت ما به قتل رساند، ما وفات کناند. قال انکم ماکثون، میگوید که خازن دوزخ شما میایستید در دوزخ، ابدالآباد میایستن. همین حالت آنها است، نعوذ بالله. بنابراین یک روز رسول الله یک اعرابی، یک بادیه نشین گفتن که در نمازت چی گفته دعا میکنی؟ گفت که میگم که پروردگارا من از تو جنت را میپرسم و از تو میپرسم که مرا در پناهت از آتش دوزخ نگاه داری. گفته میپرسم ولا استطيع دندنتك و دندنت موعد، لیکن من دندنه توی دندنه موعد کرده نمیتونم. مقصد من یک بادیه نشین، من این خیلی فصاحت و بلاغت کتی چیزهای دراز، قافیه بندی آخراش خیلی جمله های خوشرو کتی از پروردگار حاجتم پرسیده نمیتونم. دندنه افتگیش میخیره، یک نغمه هاش میفهمید، آهنگاش میفهمید و معناش نمیفهمید. از جهتی آنکه شما بی‌سواد هستید و آدم معلوماتش وسیع خوشرو دعا میکند، همین خیلی گفت من گفت از الله تعالی جنت میپرسم و از دوزخ پناه میجویم، لیکن دندنه تو یا رسول الله و دندنه موعد نمیتونم. که رسول الله گفتن که حولها ندندین، ما هم در اطراف همین دو چیزی تو میپرسیدگی دندنه کرده میگردیم. گفتن یعنی هر چقدر دعای ما دراز باشه همین گردی همین دعای تونده ای بادیه نشین. یعنی مقصد اساسی ما الله تعالی جنت بدارد و از آتش دوزخ نگاه دارد. گفته الله تعالی در این دنیا یگانه است، غیر الله تعالی یگان خدایی نیست. کدام انسانی که یا کدام جنی که الله تعالی را یک سو گذاشته دیگر چیز را عبادت کند یا همراهی الله تعالی دیگر چیز را عبادت کند، الله تعالی وعده میدهد که روز قیامت همون مشرک‌ها را همراهی خداهاشون در آتش دوزخ میسازند. بنابراین حتی آفتاب و ماهتاب الله تعالی در آتش دوزخ میپرتاید. میگن رسول الله آفتاب و ماهتاب عذاب نمیکشند، برای اینکه اینها چیزای بیجان است. اینها الله تعالی در آتش دوزخ میپرتاید، در آتش دوزخ میسوزانند، تا اینکه آنهایی که آفتاب و ماهتاب عبادت میکردند برای خور کردن آنها هر بت‌ها، صنم‌ها، خداها باطل، خداهای باطل، گاو و حیوانات، هر چیزی که مردم برای خود خدا گرفتند، روز قیامت خدا میگه که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما ای مشرکا و آنهایی که شما آن خدا گرفته در دنیای عبادت کردید همتون هیزم‌های جهنم هستید روز قیامت. خدا برای خارگردانیدن مشرکا خداهاشون هم در نظر آنها میسازد که آیا خدا باشد خودش از آتش دوزخ نجات میداد. بنابراین ما باید یگانه الله تعالی را عبادت کنیم، از آتش دوزخ بترسیم. درباره دوزخ کتاب‌های خاص نوشته شده است، لیکن در این مدت‌های کوتاه همه آن را بیان کرده نمی‌شود. ما ببینید چند هر جمعه یک موضوع، یعنی میگوید رؤوس الاقلام، سری قلم، عنوان‌هاش گفته میگذاریم یا بعضیش عنوانش هم گفته گذاشتم وقت نمیرسد. یعنی آن انسانی که اگر لذتی طلبی علم برسد، این علم وحی از طرف خدا هست، از آسمان آمدگی هست، این یک سخن خدا هست، سخن پیغمبرم عبارت از آسمان نازل شده است، این وحی است، این چیزایی که خطاگی ندارد. بنابراین این یک لذتی دارد که لذت‌های این قرآن مخلوق نیست، لذت‌های دنیا همش عبارت از مخلوقات است، مخلوق است. بنابراین خوشا به حال آنهایی که حیاتش برای فهم این شریعتی بزرگ صرف میکنند. اگر کدام یکی چه خیلی که ابو اسحاق یعنی اندلوسی به فرزندشون نصیحت کرده میگن که لو ذقت من حلواه، اگر تو حلوای علم مردش میچشیدی دیگر همه کارهای دنیای یکسو میگذاشتی. این آتش دوزخ ما فصل تابستان ما و شما را خاطر رسانی به آتش دوزخ میکند. بنابراین در یک حدیث آمده است که رسول الله گفتند که کدام انسانی که 3 مراتب پروردگار مرا به جنت در رفته دعا کند، الله تعالی و جنت خطاب کرده میگوید پروردگار و فلان بنده به جنت در. و دوزخ وقتی که کدام انسانی که 3 مراتب پروردگار و من از آتش دوزخ نگاه دار گفته اگر دعا کند، دوزخ میگوید پروردگار و فلانی را از آتش دوزخ نگاه دار. یکی از صفاتهای جنتی ها بسیارتر میگم که ربنا پروردگار ما به آتش دوزخ ندار که وای بسیار عذاب بد است، جای بد است، ما را از آتش دوزخ پناه ده. گفته در شبان روزی خود از الله تعالی بسیار طلب میکنه. الله سبحانه و تعالی
هر یک ما و شما را همراهی اهل و عائله و نزدیکان ما از آتش دوزخ در پناهش نگاه دارد و هر یک ما را وارد جنت جاودانه گرداند. و صلی الله تعالی علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.